کوکمون دو سول دو هست. سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. در این قطعه می بمول، لا بمول و سی بمول داریم. میگیم دو دو سول 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 لا لا سول فا فا. تکرار میشه دو دو سول 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 اشاره داشت به فا، لا لا سول فا فا. فا هم اشاره میکنه به می، بخاطر همین انگشت دوم میم روی فا. بعد میگیم فا فا فاس می. فای اول اشاره به می داشت، فای دومی اشاره به سول داشت. فا فا فاس می می میره دو ره دو سی بکار دو سی دو ره می. اینجا سی بکار در سیم زد، بعد ره به می یک میاد پایین، می هم که بکار هست. فا فا فاس می میره دو ره دو سی دو. انگشت اول میاد رو سول 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 دو 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 اشاره به سی داشت، سی سی لا سول سول. انگشت دوم میاد رو سول که اشاره به فا بکنه. تکرار میشه. بعد از این دالسنیو آلفینه نوشته شده. برمیگردیم به علامت دالسنیو، فا فا فاس می و با ولت یک و ولت دو تکرار میکنیم تا انتهای فینه. میخوام برم کو شکار